and gentlemen، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با یک ویدیو دیگه از کانال ماهان XP. امروز اومدیم با تا از نوشیدنی‌های ترند رو تست کنیم. پس بدون معطلی لایک، کامنت، دنبالو بهتر کنید، زنگوله پایین صفحه‌ام بزنید که هر موقع ویدیو بشتم ویدیو هم با خبر بشید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان، اسم این نوشیدنی تویکس هستش و کلا مدل این نوشیدنی اینجوریه که میاد شکلات خارجی رو با شیر قاطی میکنن و تبدیلش کنن به این نوشیدنی. و حالا ما اومدیم امروز سه تاش تست کنیم. اولمون تویکس هستش. حالا برای باز کردنش این یه حالت شیرمانه داره، خیلی هیجان داره. باز کنیم ببینیم چه جوریه. A few moments later. تست کنیم. به به چقدر خوشمزن شکلات تویکسش. خیلی خوشمزن. به نظرم نمره 9.5 و قطعا از 10 میگیره. خیلی خوب بود به نظرم. حالا میریم سراغ نوشیدنی شکلاتی بعدیمون، گلکسی. بعدیشون فهمیدیم که چسب داره. چسبی که داره بوشی کاکائو میده. مزه شیر کاکائو با شیر کاکائو فرقی نداره. I'm not angry anymore. Well, sometimes I am. I don't think badly of you. قشنگ مزه شیر کاکائو رو میده و اصلا با شیر کاکائو فرقی نداره. فقط من میخواستم اینو برای چیه این سراش؟ آها اینجوریه. آها بخاطر این. حالا بعدی شکلات بعدی رو با اینجوری تست میکنیم و میرسیم به شکلات آخر که من خیلی براش هیجان داشتم، M&M. حالا اینو بسیم اول از هم باید اینو بکنیم. اول از همه این میشو میکنیم که من ریخت ولی حالا نداره. چه خوبی میده. بسیم ببندیمش، سرش میبندیم و خیلی خوشمزه است. برای اونایی که قهوه میخورن خیلی مناسبه. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to see. تلخی خیلی خاصه مناسب قهوه رو داره، خیلی خوبه. و این نمره 10/10 بهش میدن. واقعا خوشمزه بود. و خلاصه بتونم که این بود از 3 تا نوشیدنیامون. پس چی شد؟ این گرفت 9.5، این گرفت A few moments later. این شیر کاکائو بود. 9 رو میتونم بهش بدم و این 10/10. واقعا این خوشمزه بود. و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. پس تا ویدیو بعدی فعلا بای بای.